باز کتاب چطورین بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و امروز اومدم با یک ویدیوی توپ دیگه. به درخواست شما که توی کامنت ها واسه من نوشته بودین از فریدون خورشید برم. من از فریدون خورشید قبلا ریاکت رفتم، ولی الان اگه تو پلیلیست رو نگاه کنید ویدیو رو پیدا نمی‌کنید، چون ویدیو رو پاک کردم به علت اینکه دو تا از آهنگایی که از ایشون رفته بودم من کپی رایت خورده بوده. امیدوارم این آهنگ کپی رایت نخوره و بتونیم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم و ریاکت بریم بدون معطلی. آخر تمام ویدیوها یادتون باشه یه پلیلیست میادش، دو تا ویدیو دیگه میادش که اونا رو به دوستان اشتراک بذارید برای حمایت از من. لطف میکنید، ممنونم ازتون. کامنت و لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما کامنت بذارید که سابتون نپره. اون زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای من اومدش بلافاصله واسهتون پیغام بیادش و بیاین ویدیوها رو ببینید. پس با هم دیگه برو بریم. ای بچه انسان، میدونید من از ویدیوهایی که حالت کنسرت داره و در زمان خودش داره به صورت لایو پخش میشه خوشم میاد. نه دمتون گرم. بریم ادامه. فقط میگم امیدوارم کپی رایت نباشه. بریم ادامه. ای خیر باد عزیزم، تو میمونی در دفتری عمر یکی سری در دالود راحت سفید کفشی گلایی تو رو نمر با مرزی آزوها طبیعت و تزبو در غم تر بینم تو را. خیلی صداش خوبه، خیلی صدای فریدون خورشید من دوست دارم، ولی میگم دیگه حالا هی هم بگم تکراری میشه، شاید اصلا اعصابا خورد بشه، ولی حیف این موزیک ویدیوها که بیشتریاشون کپی رایت داره و ما نمیتونیم ریاکت بریم. بریم ادامه. کسی میدونه این برنامه چه برنامه بوده و در چه سالی بوده؟ این به اصطلاح حالت فکر کنم جشن خواننده ها بوده، یه همچین چیزی، چون بقیه هم توی یه ماه دیگه ماشاءالله همه خواننده های تاجیکستان رو تقریبا شناختم، چون جوی هم که نشسته بودن بیشتر خواننده و هنرمندای تاجیک بودن. اگر میدونید تو کدوم برنامه بوده اینو حتما به من بگید، یا فکر کنم جشن نوروز چیزی باشه، شاید هم اشتباه میکنم، شما درستشو بهم بگید. شب و روز آنلاینی کسری محبتی ما فیلمی خام و خطا شکلی تو ایواز شود ماننده باد و هوا برای نقشی تو پیش برام جای زرا ملیکه ای سینما رویم و به وفا براو 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 ملیکه ای سینما رویم و به وفا. و هم موزیک ویدیو قشنگه، هم موسیقی که توش به کار رفته شده، هم صدای خواننده، واقعا زیباست. البته اینجا نوشته 2019. حالا برنامهشون چی هستش شما تو کامنت ها واسم بگین. داروی دوای تو نیست بیستری تو را دیگر بویش نیست هم رنگی گوگیر درگیری سوختی بدود نبود با شیشه ای شراب دوستی بستی
اینم یک موزیک ویدیو دیگه به درخواست شما عزیزان. دمتون گرم با تمام انرژی مثبتی که داریم بهتون میدین. امیدوارم که تمام این انرژی مثبتی که به من میدین برگرده به خودتون و توی زندگیاتون و همیشه شاد و سلامت باشید. یادتون نره حمایت کنید از من. مرسی ازتون. لطف میکنید. تا ویدیوی بعدی. پیس.